سردر اتاقش نوشته بود بدون وضو وارد نشوید. شفیع به گردن مینداخت و همواره بر امر به معروف تأکید میکرد. تو سال 88 وقتی رئیس بانک ملی شد، وزیر اقتصاد گفت او فردی عالم، با تجربه، با تقوا و کارشناس است و با نهایت وسواس انتخاب شده است. محمود رضا خاوری به خوبی راه جلب اعتماد مقامات رو میدونست. صف اول راهپیمایی‌ها بود، به دیدار علما میرفت، حامی سرسخت حجاب بود، عضو بسیج بود و شفیع به گردن مینداخت. اونقدر تو نقش خودش فرو رفته بود که علاوه بر ریاست بانک ملی، ریاست هیئت امر به معروف این بانک رو هم به عهده گرفته بود. اما همون موقع که کارکنان رو به مبارزه با فساد دعوت میکرد، تو محله لوکس تو تورنتو کانادا برای خانواده‌اش کاخ خریده بود. اسنادی که بعداً فاش شد نشون میداد خاوری و پسراش از سالها قبل به سرمایه گذاری تو کانادا مشغول بودن و تو سال 2005 برخلاف قانون تابعیت این کشور رو هم گرفته بودن. تو سال 90 پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ کشور به رسانه‌ها کشیده شد. اختلاسی به ارزش 3000 میلیارد تومان. اونم زمانی که دلار فقط 1000 تومان بود. در حالی که خاوری جزو مظنونین بود و تحت بازپرسی هم قرار گرفته بود، تو 5 مهر همون سال به صورت شبانه به بهانه شرکت توی کنفرانس بانکی به لندن رفت و از اونجا استعفای خودشو نوشت و بعدم به کانادا گریخت. و به همین سادگی متهم ردیف دوم پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ ایران از کشور فرار کرد. برای حمایت از ما این پست رو لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه به پشت پرده های سیاسی امنیتی علاقه دارید، پیج کهندیار رو دنبال کنید.